اگه فقط یه روز وقت داشتین آمالفی کوستو ببینین، من این مسیر رو پیشنهاد میکنم. ما از صبح از سورنتو با قایق راه افتادیم به سمت پوزیتانو. 2 روز قبلش برای نامزدیمون اونجا بودیم، ولی فقط با ماشین رفتیم ویلا و برگشتیم. واسه همین این دفعه می‌خواستیم بریم خود شهر رو هم ببینیم. حدوداً 2 ساعت تو کوچه‌هاش چرخیدیم، صبحونه خوردیم، از پلاژ هم به هلاکت رسیدیم. بعد دوباره سوار قایق شدیم، راه افتادیم به سمت آمالفی. وسط راه هم ویلای نامزدیمون رو از راه پیدا کردیم و سعی ذوق کردیم. صاحب ویلای میگفت رستوران اینجا یکی از جای مورد علاقه مدونا و خانواده دولچه گبانا، حالا دیگه راست و دروغش با خودش. خلاصه رسیدیم آمالفی، قایق عوض کردیم، رفتیم اول امرالد گروتو رو ببینیم. واقعا این غار یکی از قشنگ‌ترین جاهای این سفر بود. آبش یه رنگ سبز زمردی خیلی خوشگله و وقتی هم که پا رو می‌زدن توی آب انگار اصلا اکلیلی میشد، به خاطر انعکاس نور خورشید این شکلی میشه. خلاصه که خیلی خوشگل بود. بعد برگشتیم آمالفی، تو شهر گشتیم، غذا خوردیم، ریلکس کردیم. هنوزم کلی وقت داشتیم، میتونستیم تا رولو هم بریم، ولی دیگه ترجیح دادیم عجله نکنیم، بمونیم همونجا از حال و هواش لذت ببریم. آخر روزم نشستیم جلوی قایق و با ویو غروب برگشتیم به سمت سورنتو. خب دوست داشتین؟ حرفی، سوالی؟ ویدیوی بعدی کجا ببرمتون؟ بریم کپری یا شمال ایتالیا؟ فعلا خدافظ.